چطورید بچه‌ها؟ ریکوکس هستم. خوش اومدید به ویدیو جدید. بچه‌ها توی این ویدیو یه چالش باحال در نظر گرفتم که البته قراره تنها انجامش ندم. حالا میفهمید با کی قراره انجامش بدم. ولی چالش اینه که با $10 کل روز $10 صبحونه نهار شام بعد این کار رو انجام بدیم. ببینیم که آیا شدنیه یا نه. ولی اون شخصی که قراره تو ویدیو باشه کیه؟ بذارید بشه فیس تایم بکنم. زنگ بزنیم به رفیقمون. جواب نمیده حالا. خوبی؟ چطوری؟ خوبی؟ سلامتی. تو چه خبر؟ سلامتی. چیکار می‌کنی؟ تو لابی نشستی؟ کسی نیست روز آخری هم هست که دیگه داری میری و خداحافظ و در ما بدبختی دلت گرفته؟ از دبی بری سوئد. چون روز آخریه که دبی گفتم که چالش باحال انجام بدیم که مربوط به چالش $10. اگه گفتی چیه؟ چالش $10. $10 اونجا چقدر میشه به واحد پول محلی اونجا؟ ببین 3.67 دیگه میشه 37 درهم 40 درهم تقریبا. 40 درهم. با 40 درهم چه کارایی میشه کرد؟ 40 درهم میتونی بری اینجا تاکسی سوارش بریم اون خیابون. خب چالشی که من دارم پس خیلی چالشیه واقعا. یه چالش خیلی خفنه. $10. آره تصویرت هم دارم رکورد میکنم. از اول میشه خوبی؟ 40 درهم میذاری تو جیبت برای کل امروز. صبحونه که نخوردی هنوز؟ نه هنوز. اوکی. 40 درهم میذاری تو جیبت و با این 40 درهم باید امروز صبحونه نهار شام بخوری. حواست باشه 40 درهم برای همش با هم ها، نه که هر کدوم 40 درهم. 3 تا وعده 40. من اینجا $10 رو تبدیل کنم به لیر میشه 140 لیر. اوکی ولی اینجا گرونه همه چی. دیگه باید ببین من نهایت بتونم 2 تا وعده کوچیک بخورم یه دونه مثلا یه ذره بهتر میشه خورد. خوبه دیگه بسته. کار میخوای بکنی با 40 دوربین تو بردار بالا. تو رکورد کن چیزی که داره میخری و به منم هر موقع خواستی زنگ بزن. داشتی میل میکردی غذای خوشمزه تو منم بهت زنگ میزنم. باشه ببینمت. از برم بالا آره بچه‌ها متاسفانه اینجا داره یا خوشبختانه داره برف میاد. خیلی سرده و باد خیلی شدیدی هم میاد. امیدوارم که میکروفون صداش خراب نشه. اگه خراب شد دیگه بزرگی خودتون ببخشید. ولی من ایده‌ای که دارم برای صبحونه اینه که میتونم برم اینجا یه چیزایی دارم به اسم کرپیده. اون یکی نه داره و خیلی هم ارزونه. توش گوشت هست، سیب زمینی هست، پنیر هست یا برک. من میتونم برم اونا رو برای صبحونه بخورم. 140 لیر پول دارم که میشه $10. فرشا 40 درهم داره و اونجا اون 40 درهم خیلی ارزشش پایین‌تر از 140 لیر اینا. من ماسک نزدم، یادم رفته بوده ماسک بزنم. وای نکنه بسه. حاجی فکر کنم بسه. ای وای یکی هم رفته دمش. نه اینجاست. اینجا یکی هم رفته دم درش. بعد بریم اینجا دیگه. بعد بریم اینجا برک بخوریم ببینیم چنده. فکر کنم گرون‌تره. اون خیلی ارزون بود. ولی خدا رو شکر نزدیکم دارم از این چیزای ارزون. آقا این یه چالش یه دفعه‌ای روز آخر. من نمیدونم این ذاکر کجاش در آورد ولی خیلی نامردیه. اینجا 40 درهم یه وعده غذای آره یه وعده میشه خورد، یه وعده درست حسابی. ولی من چجوری با 40 درهم تا شب اینجا غذا بخورم؟ حالا تازه باید برم و صبحونه و یه چیزی تو سوپرمارکت بخورم. یعنی نمیتونم برم الان یه جا بشینم نیم رو بخورم و چایی و نمیدونم این داستانا. چه الان برم سوپرمارکت یه شکلاتی چیزی بگیرم بخورم، بعد برای نهار مثلا برم یه جایی یه چیز درست حسابی بخورم، بعد دوباره شب یه چیز سبک کوچیک بخورم. حالا برم تو سوپرمارکت ببینم شکلات چی پیدا میکنم بگیرم. اینجا یه سوپرمارکت بغل هتلمون هست و الان می‌خواست نشسته آماده شده بودم خیلی شیک و مجلسی برم بشینم رستوران هتل صبحونه بخورم که زنگ زد گفت خفه شو $10 بیشتر نداره. لیر فکر کنم خیلی چیزای بیشتری بتونه بخوره. فیر نیست. اصلا بریم توی سوپرمارکت با هم دیگه ببینیم چی پیدا می‌کنیم. چیز ارزون سعی می‌کنم که مثلا بکنیمش 10-20 یعنی یه صبحونه 10 درهمی، بعد یه نهار 20 درهمی، بعد یه دونه شام 10 درهمی دوباره. حالا بریم داخل ببینیم چی پیدا می‌کنیم. خب
بچه‌ها من اومدم بورک پنیری گرفتم، اونجا ارزونه بسته بود. اومدم اینجا بورک پنیری گرفتم. فقط یه چیزی من یادم رفت ببینم چند قیمتاش و اومدم سفارش دادم با چای. اگه گرون باشه تا شب باید گشنگی بکشم، نمیشم نامردی کرد. اینها بزنیم به فرشاد ببینیم اون کجاست. بدونم طعمش چجوریه. پنیر پیتزا الاش باشه. با دهن پر حرف میزنم. فکر نکنم بالای 20 لیر بشه. بعید میدونم اگه بالای 20 لیر نشه 110 لیر میمونه برای نهار و شام. یه کاری من میبرم مطمئنم. فرشاد سایلنت خوبی؟ خب بچه ما اومدیم توی سوپرمارکت. الان من دارم میگردم اینجا آب میگه اونا رو میبینم. خب ببینید من الان میتونم اینجا چی بردارم. یه دونه از این آب هویج پرتقال که هستش 3.5 درهم تقریبا. این خوبه برای صبحونه. بریم یه چیز دیگه هم پیدا کنیم ببینیم چی میتونیم بگیریم که از 10 درهم نزنه بالا. نگاه کن اینجا بیسکویت های مختلف 12.5 درهم 11 درهم. نه پول برای نهار کم میاد. نه بریم ببینیم که چی پیدا میکنیم. مغزیجات و اینجور چیزا هم هست. و اینور چی هست؟ خوبی؟ اینجا هم چیزی نیست. ما الان 3 و خورده اینو خرید. یه چیزی باید بخریم 6-7 درهم. اینجا هم که رنگ مو این داستاناست. 40 درهم بدم موها رنگ کنم هیچی نخورم. اسنیکرز هست 4 درهم. خب ما میتونیم مثلا کیندرم هست 4.25. من فکرم یه اسنیکرز بردارم که اینا بشه 7 خورده حداقل یه نهار 23 درهم. یا مثلا به خاطر 3 درهم یه چیزی نگیرم که زور مثلا برای نهار یه چیزی اتفاقی نیفته که من بگم کاش 3 درهم کمتر صبحونه خورده بودم. این الان 3.75 و 4 درهم دیگه. بریم حساب کنیم صبحونمون رو بخوریم. 7.75 sir. 7.75? Yeah, maybe you have smaller bill, please. I can pay with card. ما خریدمون رو کردیم صبحونه 7.75 درهمی. 75 صدام که میشه 7.7 درهمی تقریبا. چیزی رو دستم بکنم یه موجود خطرناکی بود. صبحونمون رو خریدیم. بریم بشینیم به آریا زنگ بزنم ببینم اون چی خریده، اون چی داره میخوره، تقلب نکرده باشه. خب بچه صبحونه رو گرفتیم اومدیم تو هتل. این چه صبحونه؟ انصاف نیست واقعا. انصاف نیست. زنگ به آریا بزنم عکس فرستاده ببینم حقیقت داره واقعا. بچه‌ها فرشاد داره زنگ میزنه. بس ببینیم چی داره میخوره. فرشاد سایلنت. به آریا کیوکسر خوبی؟ خوش میگذره با 140 لیر. دارم اشغال میکنم. چی داری میخوری؟ چی داری میگیری؟ بگو طرف هر رو نمیشه نشون بدم. بیا من یه آب میوه و یه اسم. چند شد اونا؟ اینا شد 7.75. نه بابا آره. یه شکلات با یه دونه آب پرتقال 7.75 یعنی میشه. آره یعنی شد 55,000 تومان. 50 لیره اینجا میشه تقریبا 40 لیره اینجا. نه بابا جدی؟ حالا اینجا رو ببین. خوبی؟ اوف بخوری. چی بود؟ بورک بود؟ وای با گوجه و زیتون و این نامردی نیست آخه. اومدم بودم برم یه جایی که ارزونه. خب ازش این بورک مرکا بگیرم بسته بود ورشکست شده بود. اومدم یه جایی گرونتر یه جایی شیکتر ولی نمیدونم قیمتش. راستی تو چند شد پوله؟ همون سفارش دادم نمیدونم چنده قیمتش. یس. سلامتی. فکر کن مثلا یومش اصلا 90 لیر تا شب باید بود دوام تو خیابون. نه 90 لیر که نیست. خوشمزه است؟ خیلی. اینم خیلی خوشمزه است. تازه زیتون هم میندازم بالا. من از چیزایی تو هتل نمیتونم استفاده کنم نه؟ نه بابا چرا بفهم برو. اسکول یه وقت نری تو هتل بخری گرونه، برو تو بقالی بخر. نه دیگه رفتم بقالی خریدم. همینو هتل سفارش دادم شد 40 درهم. تمام شد. یه سومشو میخوردم با یه قلوب دوباره میذاشتم زور. یه سوم دیگه با یه قلوب. ببین الان اینو خوردیم منم حساب میکنم ببینم چند شده بهت خبرشو میدم. بعد کی میخوای نهار بخوری؟ 1-2 ساعت دیگه. آره دیگه 1-2 ساعت دیگه. چون فکر کنم خیلی
گشنه. آره دیگه، چون خیلی غذای سنگینیه 2 ساعت طول میکشه. هست میبینمت بس. بس میبینمت فعلا. سیو. این اند بی انصافیه، نشسته داره بورک میخوره با پنیر و زیتون. زیتون قاطی کردم دیگه. اسنیکرز بخورم با خوشمزه نخورم منو. چه صدایی. باشه بچه من برم ادامه سونا رو بخورم، یه آریا هم ضبط کنه ببینیم چقدر پول داده، خبر بده. میبینمتون فعلا. بچه ها دارم حساب میکنم 22 لیر شد. امیدوارم بهم فیششو بدن. یه جوری اینجا نمیشه رکورد کرد، یه ذره جو سنگینه، ولی فکر کنم فیششو بهم میدن. تانکیو، تشکر داری. بله فیششو گرفتم 22 لیر. یعنی من تقریبا 120 لیر دیگه 118 لیر دیگه برام مونده و با این 118 لیر من میتونم عشق و حال کنم. یه ناهار غول بخورم با یه شام غول. البته نه خیلی غول ولی خب قشنگ میتونم یه برگر خوب بخورم با یه کباب خوب. ولی فرشاد سایلنت فکر کنم باید اما استیکره رو بعد ای بخوره. خوبی؟ خب من که صبونمو خوردم و یه زن به فرشاد سایلنت ببینیم که در چه وضعیتیه. بهش فیش پرداختی هم نشونم. چه پاره شد فیشه. Meanwhile, بچه آریا داره زنگ میزنه. ببینید چقدر شده خدایا. یه کاری کن که 100 لیر پول داده. این اصلا ظالمه. دوستان اگه پول نداشته باشه دیگه چیز بخوره. چیکار می‌کردی؟ نکنه غذا رو جمع می‌کردی جمع. یه وردایی میخونم که تو خیلی پول داده باشی برای بورک. آقا جونم 70 لیر نصف پول تو یعنی دادی؟ خاک تو سرم. زاغ نکن 22 لیر عوضی. اینه نگاه زوغ کرده. گفتم دعای آدم پاک برآورده شد ولی ریده شد توش. خب من 120 لیر دیگه دارم، یعنی میتونم یه 60 لیر ناهار بخورم، یه 60 لیر شام تو بخورم. باید کوثرم با خودت میوردی تو چالش با اون 140 لیر. پارسا و کوثرم میتونم مهمون کنم تو اگه بخوام تانتونی بخورم. تو میتونی ناهارتو پرپیمونتر بخوری، شامت هم که میگن شام سنگینش ضرر داره دیگه. البته من اینو اصلا رعایت نمیکنم هیچ وقت، ولی به نظر من ناهار درست بخور شامو دیگه. برم ببینم ناهار چی پیدا میکنم. بهش میگم اگه مثلا منو آورد قیمت نداشت میگم شرمنده من قیمت رو بدونم. بعد برسی تو کیسه بدی به یارو بگی 2 درهم منو بده. خیلی خوب پس من برم سراغ ناهار. آره برو سراغ ناهار، ویدیوش هم بگیر. داشتی غذا می‌خوردی هم به من زنگ بزن، فیشش هم یاد نره. دزدی نکن. فیشش دیگه نشون میدم چقدر دارم پرداخت می‌کنم. آره پول مول نذارنی الکی اضافه کنی ها. فرشاد سایلنت درزنی نکن. برم یه استیک بزنم. استیک های اینجا 5 درهمه. اینجا بودی مهمونت میکردم. خوبی؟ ببینم برو قربونت. زنگ بزن. آقا بریم چی بخوریم نهار رو با 20 خورده ایده با 20 درهم. بریم بچا بریم با هم دیگه رستوران ببینیم که چی داره غذا. لیتس گو. فرشاد سایلنت گشنگی میکشه امروز مطمئنم. البته یه وعده نهار خوب میتونه بخوره. اون اسنیکر اون پرتقاله هم چیز سبک نیست. اسنیکر سنگینه تقریبا. شکلات باره خیلی کتوکلفتی. آب پرتقال هم معده رو پر میکنه و یه نهار خوبم میخوره. نه فکر نکنم میشه با 40 درهم هم یه کارایی کرد، ولی حالا نه اون مدلی. ولی خب طبیعتا دست من خیلی واسه. الان پارسا و کوثر هم میتونم مهدی کنم. پارسا و کوثر هم میتونم مهمون کنم. مهدی هم حتی میتونم اضافه کنم. ریچ لایف یو در مقابل 50 سنت زاکر $10. خب آقا موقع نهار شد. بریم. گشنم صبونه هیچ جامو نگیره. الان رفتم رستوران لب استخر هتل. گفتم میشه یه لحظه منوتون رو بدید. منو رو آورد یهو نگاه کردم دیدم 55 درهم 60 درهم 70 درهم 90 درهم. اگه تصمیمم میگرفتم که شامم نخورم باز پولم نمیرسید. الان دارم میرم یه دونه این رستوران‌های دور و اطراف ببینم چه جوریه غذاشو، قیمتاش چه جوری، ببینم اونجا میتونم غذا بخورم یا نه. واقعا دسری چه میدونم که
ساید دیشی چیزی. ساید دیش یعنی که بشقابه کنار. بچه ها من تصمیم گرفتم واقعا نیست ارزون‌تر. من فلافل میخورم واسه شام 2-3 درهم میمونه. حالا زنگ میزنم بعد به آریاکی اوکسر یه تخفیفی ازش میگیرم. خب بچه ما فلافل سفارش دادیم. ویوه خیلی خوشگلم ببینید پشت سرمو. 30 درهم پول فلافل دادیم. 30 درهم هیچی تقریبا برامون نموند. یعنی شام دیگه یه ذره از آب میوه مونده. بخوام نهایت بتونم یه شکلات چیزی اگه خیلی گشتم شد و خواستم شام بخورم یه شکلات با اون آب میوه میخورم دیگه. چاره دیگه ندارم چون واقعا بچا غذا دیگه اون بچا دبی یکی از گرونترین شهرهای دنیاست. امارات کلا جای گرونی و همین دیگه غذاونو بیاره و بخوریم و ببینیم که آیا با همین فلافل سیرمون میکنه یا نه. لیتس گو. بچه ببینید کی زنگ زده. فرشاد چیکار داری میکنی؟ آریا که اینجا ببین یه نون و غیر بود 29 درهم. رفتم رستوران هتل گفتم یه دقیقه بغل حساب گفتم یه دقیقه میشه منو رو ببینم. آورد گفت دیدم 69 90 80 گفتم برو گم شو. خلاصه آریا ارزون ترین چیزی که تونستم سفارش بدم فلافل بود تازه بدون نون و اینا 30 درهم. نه بابا میخواستم بگم که یه 5 درهم برای شام حالا 2-3 درهم دارم برای شب. خب میرم مثلا یه کالباسی چیزی این کیلویی ها ارزون میخرم با اون ته آب میوه. کالباس آب میوه کالباس آب پرتقال. فرشاد سالن من الان میتونم پارسا و مهدی و کوثر رو با خودم ببرم شام مهمونشون کنم. اوه منم میتونم نهارم بخورم خودم تکی 4 تا فلافل بخورم. پس میبینم برای تکسیشو میفرستم برم لذت فلافل رو ببرم. برو فرشاد سایلنت نهارشو خورد با 2 درهم دیگه. بعید میدونم بتونه چیزی بخوره. ولی آریاکی اوکسر زاکر سامورایی نهار من بخوام یه برگر قول بخورم دیگه چی بشه 70 لیر یه برگر مشتی. میتونم نصرت برگر بخورم و آلردی فکر کنم 50-60 لیر برام میمونه. بازم میتونم نصرت برگر بخورم یکی از گرونترین برگرهای استانبول. شانس من رو کرد تو این ویدیو. Let's do this. خب بچه ها فلافلمون رسید. حالا باز خوبه گوجه خیارشون و اینا هم کنارش داره. این بغلیش نمیدونم چیه فکر کنم لبوه نمیدونم با نون نمیدونستم نون روشه. خدا رو شکر بریم بزنیم ببینیم که یا دستی کیه. برو درسته ما فلافل رو زدیم شهید کردم فلافل یعنی با سس و نون و خیارشور و همه چی تموم شد رفت. ما از 30 درهم الان پرداخت کنیم واسه شب 2-3 درهم بیشتر نداره. Falafel, please. Yeah, 32. Yeah. Okay. Very card? Yes, I have to survive like one day with $10. I thought it's 30, but it's now 32. It's with tax or something? It's included, yeah. No, it's included, yeah. خب بچه‌ها اون 2 درهمی هم که واسش نقشه کشیده بودیم پول مالیات شد و شام نده. ولی خدا رو شکر دیر دارم نهار خورم. فکر کنم دیگه شام اینا نخورم دیگه یعنی به شام نرسه. بریم ببینیم آریان نامرد با 22 لیر شده بود بورکش 120 لیر دیگه داره. بریم ببینیم اون نهار چی داره میخوره. Let's go. خب بچه‌ها وقت نهاره و من خیلی پول دارم. انقدر پول برام مونده که حتی پدر رپ اسلامی رو هم با خودم آوردم که بهش غذا بدم. پولا رو دزدیدی؟ واسه میخوام مهمونت کنم غذا. والا این غذایی که تو سفارش شدی نه ولی جدی اینجا رو نگاه کنید آقا. یه دونه از اینا همه چی با هم داره 2 نفره قشنگ زده ایناها کورته چی تیروزیه کارمندی نیست زده 2 نفره مینیمم یکی کشیدیک یعنی حداقل 2 نفره می‌خوایم بخوریم 100 لیر. تازه پارسالیپ هم با خودم آوردم 20 لیر دیگه میمونه. با 20 لیر میتونم شام قشنگ راحت یه چیز خوب دوباره ساندویچ هم بخورم. کوفته تانتونی دونر راست برای منم بگی. اومدیم تازه رستوران خوبه برای این قیمت رستوران زنجیره‌ای گرون اومدیم مثلا برگرها 60-70 لیره. حالا شاید خیلی تاپ نباشه برای این بودجه خیلی فراتره. بعد الان نوشابه هم نه دیگه نمیشه
نوشابه بخوری پول کم میاریم پارسل. من مهمون من پس. نه نمیشه، نامردیه. فرشاد سایلنت اونجا نه اسنیکرز خورده تو دبی با یه نه فلافل خالی. بزنیم بذار غذا بیاد. من که تو بازیتون نیستم، من میتونم استیک بخورم، شما دونر و این چیزا دیگه. نه دیگه من الان تو رو با خودم آوردم که تو رو مهمون کنم. چیکار دارم؟ من غریبا نشستم اون پشت دارم استیک میخورم. تو میتونی بعد از این ویدیو بری استیک بخوری. نه میخوام تو ویدیو شما. Later. بچا غذای ما اومد. مارسلیف هم با پول خودش نوشابه خورد نامرد اینجا. و الان وقتشه که زنگ بزنیم به فرشاد. دوربینم هم شارژ نداره. زنگ بزنیم به پلیس. فرشاد سایلنت آره کجایی؟ چطوری؟ من تو تاکسی ام. شنیدم که خیلی سیری و غذا خوردی. حاجی یک فلو. اینجا رو نگاه کن. برده شما رو آورده غذا فقیری بهمون میده. پارسالیپ هم مهمون کردم. اینجا رو نگاه کن. غذا رو دارم بهش نشونم گرخیده. واقعا هر چی بچه‌ها واقعا باورم نمیشه. فرشاد ظالم زاکر مز فاکتورو که آورد یهو دیدم زده 32 درهم به جای 30 درهم. نه بابا یعنی پول نداری دیگه؟ یعنی الان 25 صدم دارم، شما ندارید 500 دیگه خودت میدونی داداش. ببین اون دیگه خواستی نری فلافل تو مال بخوری. ببین اون دیگه هنر منه. خب هنر اگه ممکنه برم یه جای یکی غذا بگیرم حالا ببینیم من برای شام چیکار میکنم دیگه داش. بله اینم پارسالی که اینجا داره لذت میبره. شب شد روز بود زنگ زد. این دیگه داره شب پلیس گرفته. هوا تاریک شد داش. داری میری کلو آرژیبی. تاکسی ریزره. میگه داری میری کلو. باشه داداش پس کلوب رد چیکار تو که 20 لیر داری. برو مراقبت کن. شام میبینمت. باشه داداش. ببینم چیکار میکنی. خدافظ. پارسالیپ هم برده بود بهش غذا بده. تو تاکسی هم نمیتونم ماسکم بردم. من بدبخت با مالیات با پول نهار تموم شد. صبح آب بخورم این بورک خورده، ناهارم برده سیب زمینی نوشابه مخلفات با پارسالی هنوز 20 لیر داره. میخوام تفاوتو ببینید، تفاوت دوتا کشور رو جدی ببینید که قشنگ با $10 یه روز تو ترکیه میشه زندگی، ولی اینجا با $10 صبح تا شب نمیشه، واقعا نمیشه. کمی پول کمی. چرا اگه میرفتم یه سری مثلا از این ساندویچ کثیف در و داغوناش اگه پیدا میکردم ممکن بود بشه. خب همش هم که نمیشه از اونا خورد که. خیش 20 لیرم دارم با شام قشنگ. دلتون نخواد انشالله. ولی چقدر بدمزه است. این تنده. نه اینا هم بزنم تو این سسه. تنده؟ حال میکنی یا غذا؟ بله چون اون تیکه هستش گنده. ایوه شماره پا چنده؟ 44 چه رونده؟ خواستم بگم قیمت این غذا 99 لیره. چه رونده. ساکت باشه این مرتی که کنده. کنده. الان خاموش میشه دوره. گفتی قیمت این غذا چنده؟ یه کمی برام هوای اینجا گرمه. وایسا ببینم اینا چیه میخوری؟ ببرمت خونه بزنی قرمه با سبزی قرمه. کباب خوردی وقت نزنی دنبه. میبینمتون تا شام و یعنی ما تو صبح میتونیم قافیه بسازیم. خب بچه تایم شام شد و فرشاد سایلنت یه گشنگی میکشه، قراره بره گدایی کنه. منم اومدم اینجا منتظرم غذا بیاد بهتون نشون میدم چیه. ریچ لایف بیبی، لذت دارم میبرم. عذرخواهی میکنم غذا دارید شما؟ خوبی